بسم الله. چی شد بیبی جان؟ در درون یک زن است. بیبی جان مهمانمون. مهمانی خدا بوده است، مادرم گفتن. خیریدین، خوش آمدی دادرکم، خوش آمدی. خوش آمدی. خدایا در نهایت دعایمان مستجاب گشت. خدایا صد شکر. خیریدین. امیر توی راست کجا یافتی؟ به فکرم جانان پشیمان شده است، برای همین جایش را گفت. خدا از تو راضی باشد. اگر او رو نمیافتی نمیدانم چی کار میکردم. استغفرالله ینگه. خیریدین. مادر خوش آمدید. باید به فریده حقیقت رو گوییم. نمیدونم، شاید دیگر برایش فرصتی با پدرش بخوردن نشود. از برای خدا بس کن. به این هم از او بی وجدان میمیرم. تا نگوید او در همه پدرش رو میکوبد. با پدرم چی شده است گفته خودش رو میخورد. اما من یک فکری دارم. ما به فکر و اندیشه شما احتیاج نداریم آقای کمال. اما اینش به کسی ضرر نمیرساند. اما کمی گوش کنید، هیچ گپ ندارد. میلش کو گپ زن چی؟ آقای ایهان میگویم که او به فریده زنگ زده، خوب بودنش رو گوید. یعنی؟ همین قدر فریده هم آرام شود. تو یگم چیز فکر کردنشان. قبول کنید نقشه خوب است. به ایهان میگویم. ینگه نمیخوام طبع شما را خیره سازم، اما به فکرم پینار و تیمور در گریزاندن پدرتان علاقه دارند، چون که هر دویشان هم گرفتار بلا شدند. چی طور؟ امروز به شبه یک زن آمد، گفت که پینار و تیمور را یک مرد سلاحدار دزدید، ولی اصل کار را بینی من از شرف شبه دارم. امیر فکر میکنم ندانسته خطا کردم. چرا اینطور میگویید؟ جانون به من گفت که کودک از تیمور است. شرف را با حجت قلبک فریب دادند و من همش را به شرف نقل کردم. فکر کردم که او باید حقیقت را داند. انا اکنون گره کشاده شد، یعنی شرف برای همین به شرکت رفته است. به شرکت هم رفته است. جواب نمیدهد.
الو خسته نباشید. من برادر یکی از راننده های شمایم، شرف افگیل. او امروز به کار آمده بود. همینطور. تشکر. سلامت باشید. او امروز جواب گرفته از ینگه. او سلاح را از کجا یافته است امیر؟ سلاح شخصی پدرم. لبای فریده دخترم. پدر شما در کجایید؟ فریده جان من خوبم دخترم، از من خواطر نشو. پدر چرا شما از بیمارخانه برآمده رفتید؟ شما رو یگان کس گریزاند. هیچ چیز رو نپرس، دانسته باش که من خوبم. به نزدیکی وا میخوریم. پدر در کجا بودنتان رو گویید، من زود آمده شما رو میبرم. فریده جان دخترم گریه کرده، خودت را زیغ نکن. تو را خیلی دوست میدارم دخترم. بعد از 2 روز البته وا میخوریم. وعده میدیم فریده جان، به تو زنگ میزنم، بعد وا میخوریم. پدر گوش کنید. شرف آخه تو چی نیت داری؟ شرف نکن التماس. شرف التماس نکن. تو را میکشم ابله. اکنون حیاتی نو را آغاز میکنم. شرف ما را در اینجا نگذار، میموریم. شما را
بله بابا جان، یگان حکایه خوب نقل کنید. این طور باشه نرفته یک چای مونه. شین نباهد شین. با بهانه حکایه کودک ها نقلی که روز جمعه از دهان دامالله در خصوص مهمان شنیدم به شما نقل میکنم. مهمان را در خانه همه دوست می‌دارند، همین طور نه؟ روز ابو هریره به نزد رسول خدا آمده میگوید: ای رسول خدا، چند روز است چیزی برای خوردن نمییابم، گرسنه روزه گرفتم. حضرت پیغمبر از این خیلی غمگین می شود. با چشمانشان آدمانی در نزدشان بوده را نظاره می کنند، اما کسی را نمی یابند تا ابو هریره را به خانه‌اش برده مهمانداری کند. این را فهمیده ابو طلحه از جایش می خیزد. ای رسول الله، او را من مهمانداری می کنم گفته گرفته به خانه‌اش می برد. اما او هم از دیگرانش فرق نمی کرد. او هم مثل دیگر یاران پیغمبر تمامی داراییش را در راه اسلام صرف می کرد. برای همین در دستش چیزی نداشت. همسرش تنها شوربا آماده می کرد و آن را بین فرزندانش تقسیم می کرد. وقتی همسرش مهمان را می بیند و شوهرش می گوید چکار می کنیم، مهمان را با چی ضیافت می دهیم؟ ابو طلحه باشد می گوید که اول کودک ها را خوابانیم تا خوراک طلب نکنند، صبح باز چاره اش را می بینیم. ما باشیم هر دو شوربای بیگاهی را به مهمان می دهیم، لیکن مهمان باید نخوردنی ما را نفهمد. خوبش وقتی که خوراک را می آری شم را خاموش کن تا مهمان خالی بودنی طبق ما را نبیند. بگذار براحت خوراکش را خورد. بعد آنها چنانی که مصلحت کردند همان طور کردند. وقتی که مهمان در تاریکی خوراکش را میخورد، آنها باشند قاشق را خالی برده می آوردند. وقتی نماز صبح جایشان را در پشت رسول الله گرفتند. رسول الله بعد از نماز رویش را به جانب ابو طلحه و ابو هریره گردانیده: دیشب کاری خیری کردید که در حق شما چنین آیت نازل شد. انا بچه ها، معنی آیت این است: با وجودی در تنگی بودن خود باید پیش از همه فکر دیگران را کنیم. یعنی پیش از خودمون فکر دیگران را میکنیم؟ بله پسرم، هر کی این کار را بکند گرچند فقیر هم باشد باطناً ثروتمند است. خداوند دل آنها را چنان با ایمان و باوری پر کرده است که حتی دردی کمبغلی را احساس نمی کنند. خیر خوب، من رفته یک چای مونه. ایلش خانم. چای دم کنم می نوشید؟ زحمت نکش دخترم. این طور نگویید. کنی بچه ها، یاری دید. شرف، تو چی کار کردی؟ این چه احوال است؟ چیزی نیست، در کوچه با یک نفری برخوردم. باید صحبت کنیم شرف. چی گپ است؟ از نزد در راهم رو میبندید؟ سلاح پدرم را تو گرفتی؟ من گرفتم. چی شده است؟ با آن سلاح تو چیکار میکنی؟ انا گرفته در جایش گذار. کمی به غضب آمدم و گرفتم. خواستم به شرکت رفته جزای کارهای با من کردهشان را دیم، اما ترسانچکا گریختند.
به این گپی تو حتی کودک هم باور نمی کند. خواهی باور کن نخواهی نه. امیر خیریدین رو یافت. چطور؟ جانان برده است. به فکرم پشیمان شد که جایش را با ما خبر داد. رفته او را گرفتیم. حالا در کجاست؟ در بالو خوب است. لیکن مادرش نیست. او را همراهی تیمور یک مرد سلاحدار دزدیده است. اگر مادرش را یابیم کودک را میدهیم. کاری خوب میکنید. کودکی که از خونی من نیز در خانه‌ام دیدن نمیخواهم. دیگر بس از خسته شدم. شرف تیمور یگان راهش رو یاب از اینجا برای ما. دمت را گیر. سبهایم را خراب نکن. با گناهی تو در اینجاییم. صاحب مال و ملک زیاد شدم. اکنون احوالم را بین. من در فکر پسرم هستم، تو باشی حالا هم پول میگویی. کنی اکنون ثروت آسیا آمده تو را نجات دهد من بینم. اگر در وقتش پسرت را صاحبی میکردی به پول هم میبودی اما زنده میماندی. دمت را گیر. دیگر آوازت را شنیدن نمیخواهم. خدا جزایت را دهد کرنمک. لعنت بر روزه که با تو شناس شدم. مادر کدامش؟ آسیا یا جانان؟ یا باز هست آنه که نمیشناسم؟ من به گریه و زاری تو دیگر باور نمیکنم. خاله جان دخترم، بیایید من رخت خوابتون رو آماده کنم. من به این رسم نگاه کرده فکر میکنم که ای را در کجای دیدم. او پدری من است. شاید در بیمارخانه دیده باشید. بله امروز دیدم. امروز؟ در نزدش دو مرد بود. با بچه را می بردند. حتی به من بل خوردند. آنها چه خیل بودند؟ آنها رو در خاطر دارید؟ به شما یکون چیز گفتند؟ یک نفرش جوان بود. گپ نمیزد. دیگرش زود باش میگفت. اون دیگرش چی؟ کمی کلان سالتر بود. ریش موی لب داشت. خدش میانه. گویا سر و سیمه می نمود. اما ایستاده از من بخشش پرسید. باوری دارید خاله جان؟ بله دخترم.
اگر اونها رو یک باری دیگر بینید شناخته میتوانید؟ البته میشناسم، لیکن چرا تو خواطر شدی؟ خاله جان نمیدونید امروز یک بار پدرم از بیمارخانه گم شدند. برای همین میپرسم. صبح بخیر. صبح شما هم بخیر. بخیر است گلرو. شاید یک جای رویم گفتم. میلش، اما من امروز کار دارم، به امنیت نمیروم. همین طور. ما رو ببخش اگر میدونستم ناراحت نمیکردم. نه هیچ گپ نه. من هم برای صبحانه خرید میکنم. اگر خواهی تو رو تا ساحل میبرم. میلش. یاسمن تو یگون چیز نمیخواستی؟ میخواهم تنها بودن. اهمیت نده. بیا رفتیم. میلش. فریده، لابای تلفن ایمان در کجاست؟ کودکان نگرفته باشن؟ تلفنی تو با آنها چه لازم؟ شاید در کیسه‌ات باشد. رفته بین. پالتویم در کجاست؟ بگو وقتی از ماشین فر آمدن در تنت نبود. شاید در ماشین باشد. شرف با تو چی شد؟ خوب هستی؟ خوبم، چیزی نیست. با فکرم در جای کار فراموش کردم. من زود رفتم میگیرم. یگون چیز نمیخوری؟ نه بعد میخورم. امیر ینگه شرف کجا رفت؟ کمزولش رو در جای کار فراموش کرده است. چی خیر وای دیروز به کار نرفته بود کو. ینگه اینها رو گیرید. بله. امیر تو با کجا؟ امیر آقای غالب، لفافه‌ای که شما میکوبه در خونه‌اش است. اگر میتونستم حتما میگرفتم. برای همین به شما زنگ زدم. در خونه کی بودنش رو نمیدونم، اما امیر حاضر میبراید. اون طرفش کار شماست. سند از دست دادم. آنها در کجا بوده است؟ تیمور، تو یک دمدمت را گرفته میتوانی. لقد تمام اکسیژن را خوردی. مگر ما از نرسیدن هوا میمیریم؟ گرسنگی، تنگی هوا، ترس، یکی از این ما را میکشد. من هیچگاه فکر نمیکردم عاقبتش چنین میشود. زندگی براحتی داشتم. نه با کار کردن احتیاج داشتم و نه با پول جمع کردن. چشمانت را پوشیده آرزو کن. از این پس در خواب میبینی. آقای کمال، همین داروها رو از داروخانه نمیخرید؟ میلش، برای خانه چیزی لازم نیست؟ نه همه چیز است. میلش، نباشد من میروم. میلش. خاله جان، از شما یک خواهش کنم. مرحمت دخترم.
آخر تو با من اینقدر نیکی میکنی؟ همون چیزهای دیروز به من نقل کردهتون رو با پلیس هم نقل میکنید. اون آدم ها رو نشون میدهید. اگر فایده آورد البته میآورد. البته من حوزی رفته جزدانم رو گرفته میآورم میبرویم. مایلش دخترم. تشکر. شما در اینجا چقدر میمونید؟ نمیدونم. اگر میدونستید خوب میشد. در اینجا چیکار میکنی؟ با در اون درو. خیلی دین در بالا است. با فکرم برای دیدن دخترم از اون نباید اجازت گیرم. التماس حالی بسر نکن. راف خانم نباید. با دخترم سلام کرده برآمده میروم. با شما 5 دقیقه مهلت. او رو دیدی دخترم؟ دیدی؟ تو رو با پدرت هم نشان نمیدهند. کمی بینم پدر و دختر باز چی نقشه میکشی. مادر جان ما میبرویم. خیر دخترم. بیاید رفتیم خاله جان. بسم الله الرحمن الرحیم. آهسته. چه حال داری دخترم؟ خوب هستی؟ امیر تو را نگاه و بین میکند. خواطر نشوید پدر. به خاطر کودکانم خوب نگاه و بین میکنند. خوب، هر وقتی که خواهی تو را از اینجا به خانه هم گرفته میبرم. نه، من با امیر مصلحت کردم. تا تولد شدن کودکو همینجا میمونم. خانم نباهت، تو در آنجا چه شک شده میستی؟ تو مگر کار نداری؟ شاید با دخترم یگان گپی مخصوص دارم. یا خدا مگر خانه هم نیست؟ در کجایی که خواهم میستم. از برای خدا چی گپی دارید گپ زدن گیرید، اما وقتی که اومدم در اینجا نباشی. دخترم حلقم قاق شد. تشنه ماندم، آب بیار. من حالا با اون آشخانه رفتن نمیخواهم. مایلش. پدر شما چی کار میکنید؟ مجبورم که این کار را کنم دخترم. به کجا میرفته باشد؟ در کجا؟ به دارو خانه در آمد. بین انا به آنجا در آمد.
یک دقیقه استید مفرویم. دلت رو با من برخورنده. شناختن فراموش نمیکنم دخترم. خاله جون بیای. شما از راست به خانه روید مایلش. مایلش دخترم. او را با این سراغ برده رسانید مایلش. گیرید این رو که رو فهمیدم خانم. خواتین خیر خدا. آخرین کمال. از پس همون تاکسی زودتر. در کجایی؟ کاش یک قطره آب می بود. تنها یک لحظه زندگی میکردی. دیگر ما را هیچ چیز رها کرده نمیتواند.
او رو آوردید؟ همه‌اش همینجاست. یگون کس هست؟ یک صدای شنیدم. شاید از خواب شنیدی. ایشالا شرف نیست. کسی هست؟ یگان کس هست در اینجا؟ یاری ده! یاری ده! برا بشونمه! آروم شو، با من گوش کن. همش رو با تو میفهمونم. پدر تو چی خیلی انسان هستی ها؟ مگر تو رحم نداری؟ از آدمی بیمار چی میخواستی ها؟ چی میخواستی؟ تو وجدان نداری؟ حالا هم بازی چه دستی پینار شده گشته ای؟ فریده آخر گوش کن که فهمونم. گوش نمیکنم، دیگر از تو نمیترسم. پدر در کجایید؟ پدر من با پدرت کاری نکردم. من به کسی ضرر نرسوندم. از این دور خودتون بیزار شدم. یک طرفیست. پدر بس است. قوتت را بیهوده صرف نکن. کسی نمی آید. در اینجا هم خیلی مرده می روید. من نمی برم. من مردن نمیخوام. فهمیدی؟ در اینجا نفس گیر می شوم. داد فقام برداشت عصب هایم را خراب کردی. میبینی که کسی نیست. شما رو وقتی پدرم رو از بیمارخانه بردنتون دیدم. با بیمارخانه رفتم اما پدر فریده ایستا با من گوش کن. فریده گوش کن. همش رو میفهمونم. مایلش من با بیمارخانه رفتم اما برای گریزاندن نه برای کمک. شما چه ها میگویید؟ کی به شما حق داده است؟ حاضر با پلیس رفته همش رو نقل میکنم.
این سفسطه‌تان رو با پلیس نقل میکنید. فریده نکن دخترم. پدر دخترم او گناهی ندارد. او میخواست به من کمک کند. ماشین رو شنیدم. شاید شرف اومده باشد. شرف اومد. پوشایمان شده است. او برای ما رو از اینجا بردن اومد. من باوری دارم. شرف التماس ما رو از اینجا برار. التماس شرف. ببخشید پلیس بودنتون رو نفهمیدم. انشاءالله یگون ناخوشی نیست رفیق کمیسر. کاف تو کاب میگذرانم. شما در اینجا چیکار میکنید؟ هفته گذشته بنا رو خریدیم. امروز آن را میشکنند. برای همین آمدیم. من در اینجا لوازمات ساختمانی را دیدم. مادامی که بنا را میکشانند چرا آن را تعمیر میکنند؟ با خدا برادر اینجا جای بیدر و دروازه است. کی می براید کی می درآید ما از کجا میدانیم؟ خیر میلش به شما برای کار. تشکر. میخوایی به تو گویم که شرف وادی در نزد تلویزور کویهش را دراز کرده نشسته از تو رها یافتنش را جشن میگیرد. شرف! برای همین بیهوده داد نزن. خدا جزای تو رو دهد. اگر مردن خواهی مردن گیر. انسان کمی غیرت کند راهی خلاصی مییابد. فهمیدی؟ از بندها رها مییابیم اما دیوار را چیکار میکنیم؟ در دام ماندیم. مثل مش بچه در دام ماندیم. چی میخوای امیر؟ جواب نمیدیم. زنگ زدن گیر. به تلفن هم جواب نمیدهد. آخر باز چی نقشه کشیده ای شرف؟ چرا این کارو کردید؟ چرا پدرم رو گریزوندید؟ وجدانم نگذاشت که آدمی بیگناه به این احوال گرفتار شود. چی اکنون حالش بهتر شد؟ با گناه شما فراری شد. اکنون به بیگناه بودنشون کی باور میکند؟ فریده کاری شدگی شد. آخر آقای کمال نیتی بد نداشت. خانه از اونی کیست؟ به فکرم این کارو تنها نکرده اید؟ من کردم. خودم تنها. باور کردنش مشکل اما من در طرف شما هستم. همراهی پنار بودنم برای آن است که از او قصد گرفتن میخواهم. برای همین خانه دار شدید؟ حالا هم به من باور نمی کنی. اینطور باشد به سوال من جواب ده. تو را به کوی سفیداره کی جیغ زده بود؟ من به تو پیامک من فرستادم. مکتوب را به خاطر بیار. از بین کتاب یافتی. آن را هم من گذاشته بودم. تو را از سوختاری ویرانم من نجات دادم. شما؟ با پنال خاندار شدم تا به او نزدیک شده
از نقشه هایش آگاه باشم. فریده دخترم، روزی که مادرت را بردند آقای کمال به نزدم آمد. گفت که فریده را باید محافظت کنید، وگرنه من از کجا می دانستم که تو در آن خانه کار میکنی؟ اکنون به من باور کردی؟